رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که سرودها و نظمهای زیبای بزرگا را گوش میکنیم یادمان میآید اون آیه مبارکه. خداوند مهربان در کلام زیبای خود پیامبر صلی الله علیه و سلم مقام و منزلت این بزرگوار چنان بلند برداشته است که حتی اعلان میکنه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صدق الله العظیم. خداوند مهربان ما و شما را از آداب صلوات به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر میکند که این پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی هست که خدا و همه عظمت بزرگیش و تمام ملائکه های الهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات میگن. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان دارین شما هم با این پیغمبر صلوات بگید. همیشه باید ما و شما در زبانمان صلوات و درود و سلام با روح پاک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. انشاءالله در مجلس ما و شما اکای دامول عبدالرحیم استاد حضور دارند. مجلس با حضرت میتیم چند لحظه ما و شما را صحبت داشته باشند. انشاءالله باز قاریا اخیر مولوده با چند صلوات شریف انشاءالله خاتمه ببخشند. حضرت ممنون. نیست هر چیز که هست آنچنان میباید، آن چیز که آنچنان نمیباید نیست. و شرفنا بمحمد صلی الله علیه و سلم و رسالته. المینت لله که محمد نور است. از نور محمدی جهان پر نور است. فردا به 1000 ساله ره امت او از شعله آتش جهنم دور است. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام مسلم در صحیح خیش که در پهلوی صحیح امام بخاری صحیح ترین کتاب ها در دنیا بعد قرآن عظیم شان محسوب می شوند، روایت میکند از ابی سعید خدری صحابی بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم که بار امیر معاویه رضی الله تعالی عنه داخل مسجد شد. یک عده را از بزرگان دید نشسته، گفت ما اجلسکم، سبب گرد آمدن شما، سبب نشستن شما در این مجلس چی است؟ در جواب گفتند جلسنا نذکر الله، با او خاطر ما در اینجا نشسته ایم که ذکر خدا را کنیم، یاد خدا را کنیم. میگه قسم شد، گفت الله ما اجلسکم الا ذاک، شما را به خدا قسم میتم مگر همین سبب در جمع اومدن تو فقط همین است، فقط ذکر خدا است، یگان قصد دیگر نداره؟ در جواب گفتم والله ما اجلسنا الا ذاک، قسم به الله فقط به همین خاطر ما گرد آمده ایم. حضرت معاویه که صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، گفت من به خاطر نوباوری این قسم شما را ندادم. یاد دارم که بار رسول گرامی صلی الله علیه و سلم داخل مسجد شدن، یک عده از صحابه های بزرگ نشسته بودند. حضرت میگه با اونا مراجعت کنم، پرسان شد، گفت ما اجلسکم، چرا نشسته اید در اینجا؟ چه چیز شما را دور هم آورد؟ در جواب گفتم جلسنا نذکر الله و نحمده علی ما هدانا للاسلام و من به علینا. گفتم یا رسول الله با او خاطر گرد آمده ایم، نشسته ایم که ذکر خدا را کنیم، به خاطر اون که یک نعمت بزرگی را برای ما عطا کرد در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و یک دین بسیار بزرگ و مبارک را مینت به جان ما گذاشته و برای ما هدیه نمود. حضرت میگه سوال شو کرد، قسم شد، گفت الله ما اجلسکم الا ذاک، شما را به خدا قسم مگر به همین خاطر ششته؟ گفتم والله ما اجلسنا الا ذاک.
با قسم شده آیا شما را به خدا قسم به همین خاطر آمده اید؟ گفتم بله یا رسول الله، قسم به الله به همین خاطر آمده. بعدا حضرت نگاه با تبسم گفت اما اینی لم استحلفکم تهمتا لکم، ای صحابه های گرامی، من شما را به اون خاطر قسم ندادم که نسبت شما یگان ناباوری داشته باشم، یگان شبهه داشته باشم، ولكن آتانی جبرئیل علیه السلام فاخبرنی ان الله عز وجل یباهی بكم الملائکه. گفت سبب قسم دادن شما این است که الحال جبرئیل امین نزد من آمد و به من بشارت داد که خداوند متعال در پیش ملائکه های مقربش از شما افتخار کرده ایستاده است. برای من شما را پرسیدم که برای چه جمع آمده. الله اکبر. ببین این یک بشارت بسیار بزرگی است از جانب پروردگار توسط جبرئیل امین و توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امتایی که به خاطر شنیدن امر به معروف و نهی از منکر بیایند می نشینند، وقتی قیمت خود صرف میکنند، سخن خدا و پیغمبر را میشنوند، بعدا با بردن به خاندان به نزد اهل بیت خویش میرسانند که خداوند با چنین بندگان خویش افتخار میکند. الله، اگر پروردگار بنده بگیره بنده من بگه والله از این نعمت بزرگتر نیست، چه برسه به اینکه با تو افتخار کنه. کدامین نعمت دانی تو زین بیش که خواند کردگارت بنده خویش. خداوند بزرگ جمع شما را هرگز متفرق نگردون. پروردگار این مسجد زیباتون با نور ایمان نمازگزاران همیشه مزین و منور نگه دارد. خداوند برادرمان رئیس غیاث‌الدین و خادمای این مسجد، شخصایی را که در این مسجد نماز بگذارند، مردمی را که در این محله زندگی میکنند، از رحمت خویش، از شفاعت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و نصیب بکنند که واقعا مردای خدا هستند، مردای واقعی هستند. انشالله محفل خیر است. خدا برکت بده. برادر ما ایشان قاری ابراهیم خیلی صحبت مفید و خوب کرد و خدا برکت قاریای محترم ما را خداوند عمرشان دراز کنه. قسم به الله در ذمه ما و شما واجب است احترام این قاریا. اینا بلبلای باغ قرآن هستند، اینا اهل الله هستند. هر کس به خودش یک عائله داره، اهل داره، قاریا اهل الله هستند. احترام شو در ذمه ما و شما واجب است برادران، احترام شو کنید. خاصتا برادرمون ایشان قاری ظفر علی را پروردگاری بزرگ در خاندانش نور و صفا نازل بسازه و خدای بزرگ فرزنداش هم مثل خودش قاری قرآن و خادم شریعت قبول برساند. کاری هر بز نیست خیرمن کوفتن، گاوی نر میباید مرد کهن. خداوند به هر کسی غیرت همت هم نمیده. و در ذمه ما و شما همچنین واجب است برادرای عزیز که وقتی که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم بر او صلوات بفرستیم. همین ادب ما، هدیه ما به جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم همین است، دیگر چیزی دیگر نداریم. ببینید نام بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته می شود، سعی کنید به صدایی که گوش خیتان میشنود هر وقتی که نام حضرت صلی الله علیه و سلم گرفته می شود یک صلوات به حضرت بفرستید، زیرا این صلوات به حضرت برده رسانده می شود. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به امت خویش بشارت فرموده است. حدیث در شعب الایمان امام بیهقی روایت شده است. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت من صلی علی عند قبری سمعته، هر کسی در پیش قبرم بر من دعا و درود میفرستد، صلوات میفرستد، من میشنوم. و من صلی علی نائیا ابلغته، کسی از مسافه دور و از افق بر من صلوات میفرستد، همون صلوات به کم و کاس میارن و من میرسونم. در حدیثی که امام نسائی آورده است از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، حضرت بشارت داد گفت ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام. خدای بزرگ ملائکه‌ای هست که در روی زمین سیاحت میکنند و هر کسی از امتهای من بر من صلوات فرستاد همون را میارن بر من میرسونند. همین آداب ما نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم برادرای عزیز همین است. ما باید همین آداب را رعایت کنیم. حضرت حق داره در ذمه ما. صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان آداب زیبایی داشتند که به اجازت حرف نمیزدند،
به اجازت نمیخواستند، از جاشون بر نمیخواستند، به اجازت نمیشیشتند، به جان حضرت چنان بیچاره بودند، تشنه صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، جرأت نمیکردند حضرت سوال کردند. تا زمانی که رخصت از جانب حضرت صلی الله علیه و سلم نمیشه. مگر ما و شما امتای آخر زمان حضرت نیستیم؟ حضرت بشارت داده است، میگه امتی امت مبارکه، امتی من امتی مبارکه است، لا یدرا اولهم خیرا او آخرهم. چون خوب است اگه اینجا گپ درباره فضیلت نمیرود، تمام مردم عالم، تمام اولیاء الله همه خاک پای کمترین صحابی پیامبر نمیشوند. یعنی که امکان داره که امتهای بعدی را یک خدمت ارزنده در اسلام کنند، امکان دارند که یک درجه و منزلت بسیار بزرگی را یابند، بزرگتر از این که خداوند متعال در فردوس اعلی در پهلوی کشک رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را مسکن بده، مگر هست؟ قسم به الله نیست. حضرت امام مالک روایت میکند، میگه زمان یکی از صحابه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم با نام قباس ابن اشیام، قباس ابن اشیام مهمان عبدالملک ابن مروان می شود، پادشاه مسلمانان، ملک بنی امیه. عبدالملک ابن مروان شخصی است که در زمان همین تمام جنگ نزاع بین مسلمانان خاتمه یافت. باز از نو فتوحات کشورکشایی مسلمانان شروع شد، خدمت بسیار ارزنده کرد در اسلام. وقتی که صحابه بزرگ به شام تشریف آورد به دمشق، براش یک ضیافت شاهانه آراسته کرد. حضرت صدا کرد، بسیار سیر سالش کلان شده بود، مسافید بود. میگه بعدا در ضمن سقط سوالش کرد، یا قباس گفت انت اکبر ام رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای قباس گفت تو بزرگتری بسال یا که محمد صلی الله علیه و سلم؟ ادب ببینه. حضرت گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم اکبر ببینه. حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم از ما بزرگتر است، از تمام مخلوقات الله بزرگتر است. در کائنات کسی به بزرگی او نیست. و انا اصلا منه، اما من چند سالک زیادتر از او عمر دیدگیم، پیشتر از او تولد شدگیم. اما حضرت صلی الله علیه و سلم از من خیلی بزرگتر است. هیچ وقت کلمه بزرگ وقتی که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیره، در مقابل حضرت صلی الله علیه و سلم نمونه که از حضرت هیچ کس بزرگ نیست. یگان انبیا بزرگ نیست، یگان ملائکه خدا بزرگ نیست، هیچ مخلوق الله بزرگتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. ولی عقیده اهل سنت و جماعت، خاصتا عقیده احناف ما پیروای مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله همی است. سوال می شود که در روی زمین مقدسترین بزرگترین مکان کجاست؟ کدام مکان است؟ جواب بقعه شریفه، روضه شریفه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره خوب است. زیرا که شریفترین، پاکترین، مقدسترین مخلوق الله ذوالجلال و الاکرام در آنجا پهلو زده است. درجه و منزلتش از خانه کعبه را بالا است، از عرش از کرسی. لا یمکن الثناء کما کان حقه، بعد از خدا بزرگتری قیصه مختصر. امکان نداره که شخص حمد ثنای رسول الله صلی الله علیه و سلم کما کان حقه انجام بده. والله اگر تمام امر حمد ثنا بگیم، تمام امر صفات حمیده رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کنیم و بنویسیم، از هزار یک صفت چه انجام داده نمیتونه. قیصه کوتاه که بعد خدا بزرگترین شخص دی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. انشاءالله کسایی که در خونهشون عادت کردیان همراه اهل بیت و رسول خدا صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند، درجه و منزلت بسیار بزرگی دارند. الحال ایشون قاری آیه شریفه قرآن تلاوت کرد نزد ما و شما که ان الله و ملائکته یصلون علی نبی. این مخلوقات یعنی بنده الله ذوالجلال و الاکرام با همون مجد عظمتش، با تمام ملائکش که در 7 آسمان و 7 زمین هستند، همه صلوات میفرستند بر محمد صلی الله علیه و سلم.
و ما و شما را که دعوای بندگی خدا و امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم، خداوند بزرگ امر کرده است یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، صلوات بفرسته بر محمد صلی الله علیه و سلم و سلام عرض کنید. در خونه ششتگی قطعی فرزندات نوری سحر تا میخری زفت ترک میکنی به قول امروزه همه بگو که بچه ها ماه مولود نبوی است. یا یک جای یک سلامات بفرستیم به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. و زیباترین بزرگترین صلوات همون صلواتی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم داده است، ما در نمازها میخونیم. الحمدلله خرد و بزرگ ما میدونیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت بشارت داده صلوات فرستاده داره. حضرت میگه من صلى علی مرة صلى الله علیه 10 مرات. هر کسی بر من یک صلوات بفرسته، الله ذوالجلال و الاکرام پروردگار به او 10 صلوات ارسال میکرده است. سبحان الله. صلوات پیامبر صلی الله علیه و سلم در خاندان مصطفی میاره، برکت میاره، رحمت میاره، نور میاره. جای خوندم در یک قصه که یک مرد از یک دوستش پول قرض میکند برای تجارت، 1000 درم قرض میکند. وعدش میکنه که به فلان روز مبلغ تا میگردونم میارم. این دوست شمخای باور میکنه میتشه چون قدرت خدای تعالی کار طرز میشود که این بیچاره را پولش میگیرن یا نه پولش بر میگردونن نه برش بر میگردونن. همین خیلی بیچاره مونده است. وقتی تعیین شده را روز دیگر فرا میرسه، در 100 مرد و نامرد میکوبه، یگان کس یگان صبحش قرض نمیده که قرض او برادر بده و شب خانه میآید بسیار محزون. زنش بسیار زنی صالحه بود است. وقتی دید حزن اندوش سوالش کرد که چی غم داری؟ گفت اینم خیلی کار از پدر شرمنده میشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه آیت المنافق ثلاث، نشانه منافق 3 چیز است. یکی از همون 3 نشانه اذا وعد اخلف، وقتی وعده کرد خلاف وعده میکنه. من برادر را وعده کردم دو دستگیریم کرد، پگه باید پول شبتم ندارم. همون زن گفت که چی میشه که همیشه خواب نکنیم به کسی صلوات بفرستیم بر روح پیامبر صلی الله علیه و سلم. ان شاء الله خداوند برکت میده. یقین است که کسی خدا و پیغمبر را یاد کرد، خدا و پیغمبر هم به یادش میافته. حضرت حیات برزخی داره و زن شوهر هر دو شبانه هر کدومش 1000 صلوات فرستادند روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه قریبی دمیدن اسلام و دیگه مونده شده است، بیچاره خودش غم داره، پول در بلوی سرش. اندک یک رپک خوابش میبره. در خواب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم دید مثل ماه شب 14 با تبسم اومد میگه آغوشش کرد. گفت محزون نشو. چرا محزون بشه؟ همین دنیا کرای حزن اندام دارن. سحر بعد نماز بامداد خونه حاکم شهر حتما برای فراموش نکن. میگه این از خواب خیست مثل فلق صبح خواب دید است. کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خواب دیده است این برای بشارت است. گویا واقعا دیدگی ایشافی. شیطان شکل صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته نمیتونه. آمد میگه نماز بامداد همراه جماعت خواند. بعدا برآمد کم کم دو دیده آیا حاکم قبول میکرده باشم؟ من میرم چی میگم؟ آخه من اولیا نباشم که خوابی من حجت باشه، پیغمبر نباشم که خوابی من حجت باشه. دو دیده بعد از قصر حاکم آمد که حاکم در آن دهان در ایستادگیه. ولی یگان گپ نگفته است. آمد آغوشش کرد، از پیشونیش بوسه کرد، گریان. خدا گفت ترا برکتت که با شرافت تو رسول الله صلی الله علیه و سلم من در خواب دیدم. مدت‌ها بعد آرزوی دیدار حضرت داشتم، دعا میکردم که پروردگار رو جمال رسول الله صلی الله علیه و سلم در خواب میشوده. اینم به شرافت تو در خواب دیدم. حضرت در خوابم در اومد گفت فلان آدم پیش میآید و ناامیدش نکن، 1000 درم قرض داره. بعد اومد در خانه
1000 درم دادش که اینا بر پولی قرض بده. 1000 درم دیگه گفت هدیه از جانب من. این هدیه که توسط تو به من رسیده است والله از همین دنیا و تمام نعمت دنیا بالاتر است. پولا را گرفت دیگه میگه همین شاد و مسرور. خونه همون آدمی که بولاش پول داره خونه همون شیطان اومد. همین در کف که اون مرده کمبر اومد گریان همین آغوشش کرد از گردنش بوسش کرد. خونه در آوردش گفت پروردگار برکت تا که به شرافت تا حضرت صلی الله علیه وسلم در خواب دیدم که حضرت در خواب در اومد گفت ای فلانی همون آدمی که است قرض گرفته است همون را سختگیری نکرد. مرد خدا آدم خوبه بر من صلوات بفرسته. میگه 1000 درم بخش پوشید قرض در کار نیست. ای گفت ای خدا با 1000 درم دیگه برآورد دادش. حقیقتا مردای خدا آرزو میکنن که حضرت در خواب ببینن. یک حاجی عبدالله برادر داریم قسم به الله اینم منبر است گپ هوایی نیست. چیزی که من خودم دیدم پیش خدا نظر کرده است که پروردگارا اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در خواب ببینم 100 گوسفند میکشم هدیه میکنم با کمبغلا صدقه و با بویا هدیه 100 گوسفند. همین ما شاهد حال هستیم. خداوند بزرگ حضرت در خوابش در آورد. حقیقتا اون مرد خدا 100 گوسفند کشت. همیت شمال خودم خوردم ده چیزی را خوردید که ایادت فراموش نمیشود. این را ببینه در ماه مولود نبوی ما و شما قرار داریم. از برای خدا این صلوات فرستادن به حضرت صلی الله علیه و سلم اینه که برکت ها داره، اینه که نصرت داره. خودمون محروم نکنیم از رحمت پروردگار. کسی که خدا و پیغمبر را دوست می‌دارد فراموش نکند که خدا و پیغمبر هم نسبت اون به التفات نیستند. دوستش می‌دارند. محبت یک طرفه نمی‌شود. چون در این دل برق مهر دوست جست اندر آن دل دوستی میدان که هست. در دل تو مهر حق چون شد تو هست حق را بیگمان مهری تو. هیچ بانگی کف زدن ناید بدر از یک دستی تو به دستی دیگر. یک دست صدا نداره برای اون که خرسک شود دو دست در کره داره و فردا روز قیامت از جمال به مثالش و از شفاعت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و مناسب کرد. دعا میکنه ای خدای بزرگ، ای پروردگار چاره‌ساز و کارساز، عمل و به حد ناقص اندک است که شر می‌داره ما خجالت میکشیم که بگیم خدای بندگی اترا میکردیم چند رکعت نماز داریم چند رمضان را روزه گرفته اما پروردگار و محبت داریم بذات پاک تو محبت داریم محمد صلی الله علیه و سلم و همچنین مؤمن دلمون یقین داره که مادام که پروردگار و رحمت تو به انتهاست، مادام که شفاعت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم برای تمام امت است، به رحمت تو و به شفاعت تو نجات یابیم. از پول صراط بزنیم، وارد جنت المأوا کنیم، از نعمت‌های جنت بهره‌ور بگردانیم. بزرگترین نعمت در جنت جمال بی مثال تو است. پروردگار از جمال بی مثال نصیب گردان. خدایا فیض برکات و خیرات و حسنات خویش را در این خانه زیبات که در این محله آمد افروخته است، در این محله زیبا، در این دیار زیبا، در خاندان این برادرای زیبا که در مجلس خیر شرکت دارند نازل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.